فکر میکنی نوروز فقط تو ایران اینقدر مهمه؟ تاجیکستان یه چیز دیگه است که تو خبر نداری. اینجا نوروز با مسابقات نفسگیر، بزکشی، جشنهای خیابونی و سنتهای عجیب و غریبی برگزار میشه. بریم ببینیم چرا نوروز تو تاجیکستان اینقدر خاص و مهمه و ازش تعریف میکنن. نوروز در تاجیکستان فراتر از یک روز تعطیل یا تغییر ساله. این جشن در قلب تاریخ و فرهنگ مردم این سرزمین ریشه دوونده و همچنان با شکوه و هیجان زیادی برگزار میشه. از رقص‌های سنتی تا غذاهای خوشمزه و مسابقات پرهیجان، نوروز در تاجیکستان یک جشن همه جانبه است که باید اونو از نزدیک تجربه کنی. آماده این با هم شروع بکنیم؟ با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند، خیابون‌های تاجیکستان پر از جنب و جوش میشه. مغازه‌ها پر از لباس‌های نو، بازارها مملو از شیرینی‌های سنتی و کوچه‌ها آکنده از عطر خوش غذاهای نوروزی میشه. مردم خونه‌های خودشون رو تمیز میکنن و به عبارتی خونه تکونی میکنن. میرن لباس‌های نو میخرن و خودشون رو برای روزی که آغازگر بهار و خوشبختیه حاضر و آماده میکنن. یکی از جالبترین سنت‌های قبل از نوروز گلگردونیه. در این مراسم جوونا و کودکان با سبدهای پر گل به خونه‌های مختلف میرن و به هر کس که در روشون باز کنه گل هدیه میدن. چه کار قشنگی! این کار نشونه ای از اومدن بهار و آرزوی خوشبختی برای سال جدیده. نوروز در تاجیکستان همراه با آیین‌های قدیمی و خاصه که در هیچ جای دنیا نمیتونی اون رو پیدا کنی. برخی از مهمترین این آیین‌ها رو برات میگم. یکیش مسابقه بزکشیه که مسابقه برای شجاعان محسوب میشه. یکی از مهیج‌ترین بخش‌های جشن نوروز در تاجیکستان مسابقه بزکشیه. این رقابت که ریشه در سنت‌های کهن این منطقه داره، یک مسابقه سوارکاریه که توش تلاش میشه لاشه یک بز رو از چنگ همدیگه خارج کنن و به خط پایان برسونن. بزکشی فقط یک ورزش نیست، بلکه نشانه از قدرت، شجاعت و مهارت جنگجویان تاجیک محسوب میشه. رقابت نفسگیری تو کشتی ملیشون هست. در روزهای نوروز میادین شهرهای مختلف تاجیکستان شاهد برگزاری مسابقات کشتی سنتیه. کشتیگیران با لباسهای محلی وارد میدون میشن و با قدرت و مهارت حریفای خودشون رو به چالش میکشن. رسم و رسوم بعدی سبزگردانیه یا به عبارتی میگن زمین رو بیدار کنیم. یکی دیگه از آیین‌های قدیمیشون که تو بیشتر مناطق تاجیکستان هم اجرا میشه سبزگردانیه. در این مراسم مردم دونه‌های گندم و جو رو تو پارچه‌های مرطوب سبز میکنن و وقتی سبزه‌ها به اندازه کافی رشد کردن اونا رو به عنوان نماد زایش و باروری در سفره نوروز خودشون قرار میدن. خودمونم تو ایران یه همچین رسمو داریم. سبز میکنیم و سر سفره‌های هفسینمون حتما باید سبزه باشه. سفره نوروزی تاجیک ها که خیلی خوشمزه و متفاوته. یک بخش جذاب نوروز در تاجیکستان میز نوروزی پر از خوراکی سنتیشونه. مردم تاجیکستان سفره به نام هفشین دارن که شامل 7 خوراکی با حرف ش توش هست. غذاهاشون از این قراره: یکیش شابلو که نوع آش محلیه، دومیش شیرینی‌های دستساز مثل چاک چاک، سومیش شوربا، سوپ گوشت و سبزیجاته و شوروا یک نوع آبگوشت محلی به حساب میاد. شربت غذای بعدیه که نوشیدنی خوشمزه نوروزی به حساب میاد و شبلیله، انشالله که درست گفته باشم، یک نوع خوراکی سبز رنگ از دونه های جوونه زده است و شوترک که نوعی نون مخصوصشونه که سر سفره هفشینشون یا سفره نوروزیشون قرار میدن. البته مثل ما ایرانی‌ها سمنو هم یکی از بخش‌های جدا نشدنی این جشن به حساب میاد. خانوما تو شب نوروز دیگای بزرگ سمنو رو بار میذارن و
تا صبح همراه با خوندن دعا و آوازهای سنتی اونو هم میزنن. و مورد بعدی نوروز و موسیقیه. جشن بدون رقص در تاجیکستان اصلا معنا نداره. اگه به تاجیکستان سفر کنی، یکی از زیباترین بخش‌های نوروز اجرای موسیقی محلی و رقص‌های زیبای تاجیکیه. تو این روزا نوازندگان با دوتار، قیچک، دف و نی آهنگ‌های قدیمی رو می‌نوازن و مردم با لباس‌های سنتی رنگارنگشون در میدونا با پایکوبی و رقص می‌پردازن. یکی از معروف‌ترین رقص‌های نوروزی تاجیک‌ها رقص آتینه که توش زنای تاجیک با لباس‌های ابریشمی پرنقش و رنگ با حرکات ظریف دست و چرخش‌های نرم اومدن بهار رو جشن می‌گیرن. حالا تو شهرهای مختلف تاجیکستان نوروز چجوری برگزار میشه؟ در تاجیکستان تو هر منطقه نوروز رنگ و بوی خاص خودشو داره. مثلا پایتختش دوشنبه تو میدون استقلال و پارک‌های شهر پر از جشن و نمایش‌های سنتی برگزار میشه و تو شهر خوجند مردم در کنار رود سیردریا نوروز رو با اجرای آیین‌های محلی و نمایش‌های خیابونی جشن می‌گیرن. تو شهر بدخشان مردم در مناطق کوهستانی جشن نوروز رو با اجرای مراسم خاص کوهنشینان همراه می‌کنند. تو شهر کولاب یکی از بهترین جاها برای تماشای رقص‌های محلی و مسابقات سنتی این شهر. با وجود تمام تغییراتی که تو جهان به وجود اومده و رخ داده، مردم تاجیکستان هنوزم نوروز رو با همون شور و حال 1000 سال پیش دارن جشن میگیرن. برای اونا نوروز فقط یک روز تعطیل نیست، بلکه یک میراث گرانبها، نشانه همبستگی، دوستی و امید به آینده روشنه. اگه روزی به تاجیکستان سفر کردی، سعی کن تو ایام نوروز بری، چون این جشن فقط یک روز نیست، بلکه یک ماجراجویی رنگارنگ و پرهیجان در دل فرهنگ کهن این سرزمینه. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، لطفا کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اگر شما از آیین‌ها و رسم و رسومات نوروز تو مناطق دیگه مطلع هستین تو کامنت ها برامون بنویسین که ما هم اطلاعاتمون در این مورد زیاد بشه. خدایا رو نگهدارتون.